دیدار دو تیم داماش گیلان و پارس جنوبی جمع از هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور، دیداری که در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت در حال برگزاری 6 دقیقه و 10 ثانیه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. نمیدونم به چه علت یه 10 دقیقه زودتر این بازی رو آغاز کردن. قرار بود از ساعت 16 این بازی آغاز بشه، اما یه 18 دقیقه زودتر سوت آغاز این بازی رو آقای محمد معافی به صدا در آورد و خودمون که اینجا هستیم متوجه نشدیم چرا این کار رو اینقدر زود انجام داد. به هر حال بازی آغاز شده و می‌ارزیم به گزارش این بازی. برای تیم داماش گیلان سعید ابراهیم پور درون دروازه ایستاده، کیخسرو سیاهپور، محمد امینی، سید علیرضا ابراهیمی، فردین نجفی، محمد شریفی، مهرداد بایرامی، محمد مهدی خانی، هادی رفسنجانی، رضا آذری و فرشاد هاشمی 11 بازیکنی هستند که سرمربی این تیم حمید درخشان به زمین مسابقه فرستاده. مدیر تیم هم آقای شهرام حمیدی است و مدیر رسانه هم سجاد حقدادی. جریه داور این دیدار را هم میبینید. داور وسط محمد معافی، کمک داور اول میلاد لطفی، کمک دوم محسن منصوری و داور چهارم هم غلامرضا قلیچخانی است. این هم پرچم داماش گیلان هست که برافراشته میشه توسط هواداران این تیم. اما در تیم مقابل یعنی پارس جنوبی جمع، مهدی نوراللهی، مجتبی مقتدایی، محمد رضا خدری، امیرحسین صالحی، محمد سلطانی مهر، محمد بختیاری، محمدزاده تمام، عرفان پورافراز، سید محمد خرم حسینی، شاهین طاهرخانی و امید سیدعلی 11 بازیکنی هستند که برای تیم پارس جنوبی جمع به زمین مسابقه اومدن. مدیر تیمشون اکبر فرید هست و مدیر رسانه محمد ولی جعفری. اسم سرمربی تیم هم در لیستی که به ما دادن نیست. همین متوسط زاده رو من یه لحظه دیدم انگار کنار نیمکت حضور داشت. برای تیم داماشی که در خانه خودش داره بازی میکنه در این ورزشگاه که تا حدود 12 ساعت قبل از شروع این دیدار هنوز مشخص نبود در کدوم ورزشگاه باید این تیم بازی کنه. حالا که بازیشون هم شروع شده، قشنگ یه 7-8 دقیقه زودتر شروع کردن بازی رو که باز هم هواداره این تیم سردرگم بشن و مشخص نیست که چرا این کار انجام شده، چرا 10 دقیقه زودتر سوت آغاز این دیدار به صدا در اومد. میبینید داماشی های متعصب رو تشویق میکنن تیم خودشون رو. صدای داماش هم میاد. این هوادارا که در جایگاه توفیسی ها حضور دارن و دارن تشویق میکنن تیم محبوب خودشون رو. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست. مهدی رجب‌زاده رو من ندیدم که در ورزشگاه حضور داشته باشه. حالا اگه دوستان تصویرات ما ببینن قطعا تصویرش رو نشون خواهند داد. سرمربی تیم پارس جنوبی جمع شده بودند ایشون و توپ در اختیار بازیکن تیم داماش و توپ به بیرون میره. محمد امینی،
پارس جنوبی جمع، فرصت برای داماشی ها و توپی که به بیرون میره. من یه سلامی هم عرض کنم خدمت بینندگان عزیزی که هم اکنون بیننده این دیدار شدن و از سایت آنتن ما رو دنبال میکنن. بگم که داور این دیدار یه چند دقیقه زودتر، ما نمیدونیم اما میدونم که حدود 10 دقیقه زودتر سوت آغاز این دیدار رو به صدا در آورد. پرتاب رو انجام داد بازیکن تیم پارس جنوبی. برگشت توپ از بازیکن تیم داماش گیلان. حالا ضد حمله میره شکل بگیره برای داماش. ببینیم از توپ چگونه استفاده میکنن و توپ که بیرون میره. یک بار دیگه پرتاب برای داماش. دورخیزه بازیکن تیم داماش گیلان. پرتابی که حالا انجام میشه داخل محوطه جریمه. یه لحظه از ناحیه سر دو بازیکن مصدوم میشن و میخواد از کادر پزشکی که به زمین بیان و وضعیت این دو بازیکن رسیدگی کنن. ببینیم چه اتفاقی رخ داد. یاره شماره 57 شاهین طاهرخانی با سید علیرضا ابراهیمی. بازی رو داور میخواد آغاز کنه با توپی که در اختیار دروازه‌بان تیم پارس جنوبی جمع قرار میده. یک بار دیگه در خط دفاعی داماشیا صاحب توپ، کمی عقب‌تر توپ به بیرون میره. پرتاب رو دوباره محمد امینی انجام میده. رو به عقب محمدزاده از تیم پارس جنوبی صاحب توپ. رو به عقب میارن. سعید توپ رو به راست میبره. آیه بازیکن تیم داماش صاحب توپ. کمی عقب‌تر. حالا بازیکن تیم پارس جنوبی صاحب توپ میشن، به سمت راست میارن و توپی که به بیرون زده میشه. شما بینندگان عزیز از سایت آنتن بیننده این دیدار هستید. بسیار زنده و مستقیم از ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت. دیداری که قرار بود در ورزشگاه عضدی برگزار بشه اما به دلیل آماده نبودن چمن ورزشگاه در اینجا داره برگزار میشه. با توپ کم کنم خوشوبش میکنه سعید ابراهیم پور. توپ شالا میفرسته جایی که امینی حضور داره. خود امینی خطا اعلام نمیشه روی محمد مهدی خانی. یک بار دیگه حالا بازیکن تیم پارس جنوبی صاحب توپ هستن.
ببینید از توپ چگونه استفاده کنن. کمی عقب‌تر محمد سلطانی یه نگاه به بالا و شوتی که میفرسته امید سیدعلی و برگشت توپ از سعید ابراهیم پور. کماکان موقعیت هست و توپی که حالا به بیرون رو اعلام کورنر میشه. ضربه کورنر رو خواهند زد. سعید ابراهیم پور روی زمین میفته، احساس درد میکنه. هفده دقیقه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم. ساعت 16 و 7 دقیقه. 10 دقیقه زودتر این بازی رو داور آغاز کرد. بدون اطلاع قبلی هم بوده این کار. قرار بود بازی ساعت 16 برگزار بشه، اما 16 و 15 و 50 دقیقه سوت شروع این بازی زده شد. پارس جنوبی باید بفرستن. توپی که حالا فرستاده خواهد شد اگه پرچم کنار دروازه رو نشکنه این بازیکن تیم پارس جنوبی. حاضر میشیم تا این توپ رو بفرسته. حالا توپ فرستاده میشه و سعید ابراهیم پور با مشت توپ رو دور میکنه. یه بار دیگه این خطا اعلام کرده داور. اتفاق اینجا افتاد و سعید ابراهیم پور که مورد تشویق هوادارهای تیمش قرار میگیره و به دنبال توپ بازیکن تیم دامشق که هر جور که هست اجازه نداد که توپ اونجا نصیب بازیکن تیم پارس جنوبی بشه. سنه آیستش رو قطعا خواهیم دید چه اتفاق رخ داد. اینجا توپ رو در اختیار داشتن داماشی ها و زد به پای بازیکن تیم پارس جنوبی و توپ به بیرون رفت. حمید درخشان رو میبینید، سرمربی تیم داماشق گیلان، سرمربی خوشفکر و با تجربه داماش. به عنوان سرمربی حمید درخشان به تیم داماش اومده امسال و انتظار داره که با این تیم بتونه به رقابت لیگ برتر صعود کنه از لیگ 1. پرتاب رو بازیکنان تیم پارس جنوبی باید انجام بدن. مجتبی مقتدایی این کار رو انجام میده، با ضربه سر توپ رو به بیرون میزنن. بازیکن تیم داماش هم اجازه کار رو نمیدن بازیکن تیم پارس که توپ به بیرون بره و سعید ابراهیم پور که میاد توپ رو جمع میکنه. این سعید ابراهیم پور هست. یک باری خود سعید ابراهیم پور توپ رو میفرسته به میانه میدان. اعلام خطا میشه. خطا به نفع بازیکن تیم پارس جنوبی جمع. بلافاصله بازی رو از سر میگیرن، به چپ میبرن توپ رو. رفته به تعداد هواداری تیم داماش داره اضافه میشه. یه خود راه دسترسی هوادارا به این ورزشگاه سخت هست. قول داده بودن مسئولین که این بازی در ورزشگاه عزودی برگزار بشه، اما به دلیل نداشتن چمن مناسب این بازی داره اینجا انجام میشه. بگم خدمت شما که صندلی گذاری و عرضم به شما کاشت چمن هم در ورزشگاه شهید عزودی شهر رشت آغاز شده. باید ببینیم که کی به اتمام خواهد رسید تا
هواداری تیم داماش بتونن از این ظرفیت خودشون استفاده کنن و در ورزشگاه شهید عضدی میزبان تیم های حریف باشن. سعید ابراهیمپور بلافاصله بازی رو آغاز میکنه. در خط دفاعی داماشیا صاحب توپ هستن. حالا بازیکن تیم پارس جنوبی یه سانت، یه موقعیت خوب برای کاپیتان این تیم که توپ رو از دست داد. عرفان پورافراز نتونست این توپ رو به گل تبدیل کنه. سومین دقیقه از این دار 0-0 مساوی. به گلگه این سمت بازیکن تیم داماش. این هم هواداره تیم داماش نمای زیبا رو در ورزشگاه به وجود آوردن. یه بار دیگه حالا داماشی ها داخل محوطه جریمه و توپی که برگشت داده جو اعلام خطا میشه. خطا برای مهدی خانی گرفته شد. یه بار دیگه یه خطا انجام میشه و ایجاد تنش میکنه بازیکن تیم پارس جنوبی و داور میاد و کارت زرد میده به هر دو بازیکن. اصلا خوب نیست این کارها. شهرمندی اونجا حضور داره. داور یادداشت میکنه کارت زردی رو که و حالا میبینید اتفاقات رخ داده رو. اینا عرض کردم چهره شهرام حمیدی مدیر تیم داماش. داوری میاد کنار زمین صحبت میکنه با کمک خودش. یه کارت زرد میخواد بده به یکی از اعضای کادر مربیگری تیم پارس جنوبی. چه کسی کارت خواهد داد؟
جنوبی تیم پارس رو هم ما ندیدیم و دوستان ما هم نتونستن بگیرن. الان دوربین ما بالا قرار داره و نتونستیم دوربین پایین بذاریم، اجازه کار رو ندادن چون حالا رو پیست نمیشد رفت. شاید بازی بعدی همانگه انجام میشه. پس فقط مهرداد بایرامی بود که کارت زرد رو گرفت از تیم داماش. سید محمد خرم حسینی از تیم پارس جنوبی چیزی که من دیدم. یک بار دیگه دروازه‌بان تیم داماش آغازگر بازی در میانه میدان هم اتفاق افتاد اما زیاد مهم نبود. حالا از سمت چپ بازیکن تیم داماش یه سانت و توپ که در اختیار میگیره مهدی نوراللهی. یه جورایی مسئولین فوتبال گیران هم خیلی دارن گل به خودی میزنن. زمان و مکان این بازی رو عوض کردن، هوادارا کمتر تونستن استقبال کنن و واقعا باید به حال این گونه دوستان گریه کرد. تیمی که حالا اگه شما میدونستید قرار چمن ورزشگاه درست بشه، خب میومدید زودتر بازی رو میذاشتید سردار جنگل اعلام میکردید، اعلام رسمی که هوادار حداقل بدونه باید کجا بیاد. باور کنید بالای 100 نفر به خود من زنگ زدن که آقا بازی کجاست. همین الانش هم پیامک داره میاد که آقا بازی کجاست، ما اومدیم ورزشگاه عزودی. واقعا جای سوال داره برای دوستان تصمیم گیرنده و کسایی که این تصمیم گرفتن که بازی رو بیارن سردار جنگل. کاری به زمین چمن مصنوعی غیر مصنوعیش نداریم، هرچند بماند که چرا چمن ورزشگاه‌های استان گیلان همه مصنوعی شد و به چه دلیل. حالا انشاءالله در فرصتی مناسب تر بهش خواهیم پرداخت. اما بگم خدمت شما که تغییر ناگهانی این دیدار و ساعت این بازی که 10 دقیقه زودتر شروع شد این هوادارا رو سردرگم کرد و ما میتونست از این بیشتر هم هوادار بیاد. میبینید هوادار خونگرم تیم داماش رو که قطعا از این بیشتر هم میتونست هوادار بیاد. جایگاه تیفوسی ها هوادارا حضور دارن، در سمت چپ هم کمی هوادار حضور داره. ببینید این هواداری که اومدن به ورزشگاه و هواداری که تازه دارن میان به ورزشگاه. این موقعیت رو ببینیم که چه اتفاقی رو خواهد داد. این هم هواداری نوجوان، جایگاه ابر طوفانی 12. فرصت برای بازیکن تیم داماش به دست بازیکن پارس جنوبی برخورد میکنه و اعلام هند میشه. میگم مثلا درست نیست هواداری که ندونه که بازی تیمش داره در کدوم ورزشگاه انجام میشه. دیروز خودم صحبت میکردم با این نعیمی پور مالک باشگاه، ایشون هم تا ساعت حدوداً 16 عصر بود نمیدونست که بازی قرار در کدوم ورزشگاه برگزار بشه. میگم حتی مسئولین باشگاه هم اطلاع ندارن که بازی قرار اینجا بشه. ساعت 23 دقیقه بود که من دیشب متوجه شدم که بازی اومده تو ورزشگاه سردار جنگل. در حال میگم ناهماهنگی‌ها ضربه میزنه به تیم داماش. این فرصت دیدی که به بیرون میره. خیلی جالبه. شهرهای دیگه که هوادار ندارن جوری بازیاشون رو تنظیم میکنن که هوادار بیاد. حتی با منت خواهش هم که شده دنبال هوادار هستن. ما اینجا هوادار داریم اما بلد نیستیم که درست از پتانسیل این هوادار استفاده کنیم و به موقع حداقل بگیم بازیشون کجا هست، کدوم ورزشگاه هست که هوادار بتونه برنامه‌ریزی کنه و بیاد. برمیگردیم به بازی. دوباره بازیکن تیم داماش حالا موقعیت هست، یه موقعیت عالی برای داماشی ها و از روی خط دروازه شوت فردین نجفی رو برگشت میدن. چه موقعیتی بود و چه توپی رو از دست دادن بازیکن تیم داماش.
چقدر خوب اومدن توپ رو آوردن تا داخل محوطه جریمه، اما نتونستن به گل تبدیل کنن. صحنه آیستش رو ببینیم. اینجا خیلی خوب اومد نجفی، این شوتو زد، دروازه‌بانم رد داده بود اما دفاع مانع گلزنی نجفی شد و کماکان بازی 0-0 هست. یک بار دیگه بازیکن تیم پارس جنوبی 33مین دقیقه از این دیدار 0-0 مساوی. تعجب نکنید 10 دقیقه این بازی زودتر شروع شده. یک بار دیگه بازیکن تیم پارس جنوبی که حالا میارن در زمین تیم داماش و تو به بیرون میره. دیگه پرتاب برای پارس جنوبی. توپ دوباره به بیرون میره. یک بار دیگه بازیکن تیم پارس جنوبی توپ رو به چپ میبره. نماز خدری یعنی عقب‌تر. بازم در میانه میدان. از سمت چپ بازیکن تیم پارس جنوبی و توپی که در اختیار میگیرن بازیکن تیم داماش. مثلا از همون سم بازیکن تیم پارس جنوبی داخل محوطه جریمه و توپی که برگشت میدن یک لحظه بازیکن تیم داماش گیلان. پرتاب برای داماش. سی و پنجمین دقیقه از این داور صحبت میکنه با متوسل زاده مربی تیم پارس جنوبی. یک بار دیگه توپ در اختیار بازیکن تیم پارس جنوبی هست، به چپ میبرن. یه شوت از همونجا توپ به بیرون میره. یه لحظه دیدیم متصل زاده رو، البته امین متوسل زاده در همین تیم داماش بازی کرده، یادش بخیر، روزهایی که داماش در لیگ برتر فوتبال کشور حضور داشت. همه دور این تیم بودن، باش عکس یادگاری میگرفتن. تیم که سقوط کرد خیلی از این
کسایی که میادن عکس میگرفتن از تیم فاصله گرفتن. داماش موند و خیلی عظیمه هوادارای خونگرمش. یادی هم بکنیم از آقای حاجی پور که دوباره داماش رو زنده کرد. این هم هوادارای خونگرم این تیم. آقای حاجی پوری که الان در بستر بیماری هم حضور دارن و از همینجا آرزوی سلامتی داریم برای ایشون. و اون بازی خاطر انگیز داماش در جام حذفی که یه تنه ایستاد و نذاشت حق داماشی ها ضایع بشه. اینم حمید درخشان، سرمربی که درس کردم قبل هم در تیم داماش بوده و با جو فوتبال رشت و گیلان آشنایی کامل داره. توپ باز هم در اختیار بازیکن تیم پارس جنوبی. برگشت توپ از مدافعین داماش. باز هم رو به عقب. خط دفاعی داماش صاحب توپ دارن نگاه میکنن تا حمله رو تدارک ببینن داماشی ها. دوباره در خط دفاعی یک بار دیگه حالا توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست. مهرداد بایرامی، خود بایرامی سانتی که انجام میده و توپ به بیرون فرستاده میشه از سوی بازیکنان تیم پارس جنوبی. توپ رو باید پرتاب کنن بازیکن تیم داماش. کیخسرو سیاه پور حالا این کار انجام میده. توپ بیاد داخل محوطه جریمه با ضربه سر. کمجون هست این توپو در اختیار میگیره مهدی نوراللهی. سیدعلیرضا ابراهیمی بود که این توپ رو با ضربه سر فرستاد. یک بار دیگه دروازه‌بان باید بازی را آغاز کنه. این کار انجام میده به میانه میدان. دوباره برگشت توپ داماشی ها و نمیرسه توپ به بازیکن تیم داماشی گیلان. باز هم بازیکنان تیم پارس جنوبی برمیگردونن. دوباره یه لحظه داماشی ها توپ رو گرفتن. حالا مهدی خانی، خود مهدی خانی از سمت چپ یه پاس کوتاه برای نجفی که نجفی رو زدن و توپش به بیرون رفت. نجفی اونجا روی زمین افتاده و درد خودش میپیچه. حالا بلند میشه و بازی ادامه خواهد داد. منتظریم تا داور اجازه کار را بده به بازیکن تیم داماشی گیلان. توپی که فرستاده خواهد شد. بریم چه کسی ضربه خواهد زد؟ مهدی خانی یا امینی؟ هر دو پشت توپ ایستادن. بازیکن داخل محوطه هم با هم کمی درگیر هستند. داور میخواد که بازیکن از هم جدا بشن. منتظریم تا اجازه بده. حالا سود رو میزنه و نجفی میپره و این سم توپی که
فرستاده میشه توسط محمد امینی. باز هم موقعیت هست برای داماش و ضربه سری که در اختیار میگیره دروازه‌بان تیم پارس جنوبی. یکی از بهترین موقعیت‌های داماش بود که علیرضا ابراهیمی باز هم نتونست توپ رو به گل تبدیل کنه. در 42مین دقیقه از این دیدار موقعیت خوبی بود که برای داماش به وجود اومد، اما نتونستن از این توپ استفاده لازم رو ببرن بازیکنان داماش. کماکان 0-0 مساوی هستن. وارد 43مین دقیقه از این دیدار هم شدیم. بار دیگه بازیکن تیم داماش و اعلام خطا هم میشه. ببینیم اون صحنه رو، بد نیست صحنه‌ای که توپ رو فرستادن بازیکن تیم داماش. آره اینجا این صحنه که امینی توپ رو فرستاد و یک بار دیگه سانتری که انجام شد و میتونست به گل تبدیل بشه این توپ بازیکن تیم داماش، اما موفق نبودن. حالا باید ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. باز هم رو میفرستن، البته این بار با یه روش دیگه. امینی رو به عقب، خود امینی سانتی که انجام میشه پشت محوطه جریمه. بازیکن تیم پارس جنوبی هستن که توپ رو برمیگردونن. حالا این توپ زده میشه، توپ بیرون میره. بازم بازیکنان تیم داماش رو به عقب میبرن توپ رو، جایی که سعید ابراهیم پور حضور داره و توپ رو در اختیار میگیره. خود ابراهیم پور حالا توپ فرستاده میشه. موقعیت خوب برای تیم داماش. ببینید از توپ چگونه استفاده می‌کنه. باز هم توپ رو در اختیار مدافعین تیم پارس جنوبی جمع قرار میدن. ببینید هوادارهای تیم داماش رو. صحبت میکنن بازیکن‌های تیم داماش. باز هم بازیکنان تیم داماش صاحب توپ هستن در خط دفاعی خودشون. مهدی خانی یه بار دیگه حالا بازیکن تیم پارس جنوبی جمع توپ رو به چپ میبرن. حالا توپ به بیرون میره. همکاران در صدد هستن تا با مالک باشگاه داماش گیلان هم بین دو نیمه صحبتی رو انجام بدن. یعنی آقای نعیم‌پور رو بیارن بالا و به سوالات شما هواداری خونگرم تیم داماش
جواب بده و سوالاتی که در ذهن شما هست. چرا اصلا این بازی 10 دقیقه زودتر شروع شد؟ چرا از عزودی اومد سردار جنگل؟ و خیلی چراهای دیگه که در این تیم مظلوم داماش وجود داره. چهلو 7 دقیقه 3 دقیقه وقت تلف شده هم داور اعلام کرده. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش، ببینیم از اون چگونه استفاده خواهند کرد. یک بار دیگه خود بازیکن داماش صاحب توپ هستن در میانه میدان. حالا فرصت برای هاشمی، یه توپ خوب و پنالتی. ببینیم، بله داور اعلام پنالتی میکنه و صحنه از این واضح‌تر دیگه نمیشد. صحنه‌ای که اعلام پنالتی شد داخل مواد جریمه برای داماش گیلان. حالا باید ببینیم که این توپ چه خواهد شد. حالا باید ببینیم چه کسی این ضربه رو خواهد زد. ضربه پنالتی به دست اومده. باید ببینیم که از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد داماشی ها. این هم چهره آقای نعیم‌پور مالک باشگاه در کنار آقای دهنادی که در ورزشگاه حضور دارن و از نزدیک این بازی رو میبینن. ضربه پنالتی که حالا زده خواهد شد به سمت دروازه پارس جنوبی. نگاه ها به دروازه است. دورخیز فردین نجفی. حالا خود نجفی میزنه و توی دروازه. گل اول برای داماش گیلان. داماش 1 پارس جنوبی جم 0 در واپسین دقایق نیمه اول. الحق و الانصاف که حق داماش بود دیگه یک گل رو بزنه تو این دیدار. خوب کار کردن و در همین نیمه دوم این مربی یعنی حمید درخشان به اون نتیجه که دلش میخواد رسیده. هرچند زمان زیادی داریم به پایان این دیدار، اما میتونه امیدواری ها رو در دل هواداره داماش زنده کنه این گل و اینکه بتونن این بازی رو ببرن داماشی ها. حمید درخشان حالا اشاره میکنه به آمبولانس. چه اتفاق رخ داد که یکی رو بردن بعد از گلی که داماش زد. یک نفر مثل که حالش به هم خورد، دارن بیرون از ورزشگاه میبرنش. کی بود من ندیدم، فقط میدونم که
یکی از هوادارا فکر کنم بود که از خوشحالی زیاد حالش بد شد. حالا که اون درم باز کنه که آمبولانس بره بیرون خیلی خوب میشه. در حال سوت پایان این دیدار در نیمه اول به اصطلاح در اومد. ها از سمت چپ میخوان حمله تدارک ببینن، توپ رو به راست میبرن، جناح بازی رو عوض میکنن. در میانه میدان کامکان صاحب توپ هستن، حالا به سمت راست و توپی که رد میشه، اما باز هم مدافعین داماش توپ رو برمیگردونن. پرتاب برای پارس جنوبی. تورخیز بازیکن تیم پارس جنوبی، توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه، برگشت توپ از مدافعین داماش، باز هم در میانه میدان. یه لایه زیبا دوباره بازیکن تیم داماش توپ رو به راست میارن، توپ میخواد بایرامی اما توپش نرسید. مهرداد بایرامی میگه چرا توپ رو بهش ندادن. یه بار دیگه توپ بیرون رفته. آغازگر بازی سعید ابراهیم پور خواهد بود از تیم داماش. شما بینندگان عزیز، صد زنده و مستقیم از ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت بیننده این دیدار هستید. دیدید آرام قرار نداشت در کنار زمین حمید درخشان نکات کلیدی رو گوش زد میکنه به بازیکنای تیمش. تا اینجا تونسته 3 امتیاز بازی رو بگیره و کمی دل هوادارای تیم داماش رو شاد کنه. این همین لحظه آقای تاجیک رو دیدید، ناظرین دیدار آقای سعید تاجیک در کنارش آقای غمزه هم حضور داره از استان گیلان و پرتابی که قراره انجام بشه توسط کیخسرو سیاهپور. کیخسرو توپ رو خواهد فرستاد. یک بار دیگه توپ رو در اختیار دارن بازیکن تیم پارس جنوبی جمع. رئیس هیئت فوتبال استان گیلان میگه که بازی از اول 16 و 45 دقیقه بود، یعنی 15 و 45 دقیقه که به همین دلیل بوده که یک رو زودتر شروع شده. البته تو همه جا اعلام شده بود که بازی ساعت 16 هست. بعد خود باشگاه هم اعلام کرده بود که بازی ساعت 16 قراره برگزار بشه، اما 15 و 45 بازی رو آغاز کردن. این هم یکی از سردرگمی هایی بود که برای این بازی وجود داشت. تا دیروز که مشخص نبود بازی کجاست و حتی ساعت بازی رو هم نداشتیم. هنوز دارم میبینم که هوادارا دارن میان به ورزشگاه. قطعا اگه این بازی در ورزشگاه سردار در عزودی بود بیشتر از این ورزشگاه یعنی سردار جنگل رشت استقبال میشد. تو مسیری که داشتیم میومدیم پیاده دیدم هوادارا داشتن میومدن به ورزشگاه، واقعا دمشون گرم. هواداری که متعصب هستن و عاشقانه تیم خودشون رو دوست دارن. با اینکه اتوبوس هم گذاشته بودن برای عبور و مرور هوادار، اما خیلی نتونستن با اتوبوس بیان، خیلی پیاده اومدن، خیلی با ماشین شخصی. بالاخره خودشون رسوندن به این ورزشگاه. البته
کاش خود امکانات این ورزشگاه بیشتر بود و بهتر میتونستن هوادارا از این وضعیت استفاده کنن. اما کلا ما کمبود یک استادیوم خوب رو حس میکنیم در استان گیلان. یه استادیوم استانداردی که بخواد پذیرایی کنه از این همه تیمی که در استان گیلان وجود داره. 2 تا تیم لیگ یکی داریم، شهرداری آستارا و داماش گیلان، یه تیم لیگ برتری ملوان بندرانزلی، 2 تیم هم در لیگ دسته 2 چوکای تالش و سپیدو رشت. واقعا حیف این همه تیم و این همه هوادار یه ورزشگاه درست حسابی نداریم برای انجام فوتبال. مگه میشه؟ مگه داریم تو این استان به این بزرگی یه ورزشگاه نداشته باشیم؟ امیدواریم حالا با حضور وزیر ورزشمون که گیلانی هستن، جناب آقای احمد دنیا مالی، به فکر این باشیم که یک ورزشگاه خوب و استاندارد در استان گیلان ساخته بشه، نه یه چیزی مثل اینی که الان ساختن دسترسی همه دور هست. حالا کمک داورم احساس ناراحتی میکنه از یه پای راستش، احساس درد میکنه. میلاد لطفی کمک اول، کمک دوم هم محسن منصوری است. ناظر داوری هم بابک داوری است. بابک داوری که قطعا میشناسید شما بینندگان عزیز، داوری خوب فوتبال کشورمون که امروز اینجا ناظر هست. ناظر بازی هم آیه سعید تاجی گرست کردم خدمت شما. جالبه تو لیستی که به ما دادن ساعت بازی رو 16 زدن و خودشون نمیدونن دارن چیکار میکنن دوستان ما، که الان به ما متذکر شدن که از قبل بازی 15:45 اعلام شده. حالا کجا اعلام شده ما نمیدونیم. حالا در حال تا اینجای کار این تیم داماش هست که 1-0 پیش است از پارس جنوبی جم. باید ببینیم تا پایان این نتیجه رو حفظ خواهند کرد یا که خیر. تو به بیرون رفته. البته خطا هم اعلام شد به نظرم. خطای بازیکن پارس گرفته شد روی مهرداد بایرامی. این توپ رو خواهد فرستاد سیاهپور بر روی دروازه تیم پارس جنوبی. گل دوم رو بزنن خیالشون راحت ترم خواهد شد. حالا دورخیزه که خسرو توپش رو میگیرن در میانه راه بازی کنن تیم پارس جنوبی. یک بار دیگه سعید ابراهیم پور به میانه میدان. هواداره داماش رو هم دوربینامون نشون بدن عالیه. مرسی از کارگردان خوبمون. این هواداره خونگرم تو ورزشگاه عاشقانه دارن تیمشون رو تشویق میکنن. جو خوبی رو راه انداختن. چقدر خوبن این هوادارا، چقدر خوب روحیه میدم به تیمشون. توپ بیرون میره. بایرامی میره تا این توپ را پرتاب کنه. حمید درخشان با این امتیاز میتونه کمی جواب منتقدانش رو بده.
تجربه خوبی داره در فوتبال کشورمون حمید درخشان، مربی بزرگ با اسم بزرگی است و داماشی‌ها خیلی امیدوارن که امسال بتونه به تیمشون کمک کنه. حمید درخشان و با درایتش تیمشون به لیگ برتر بیاد. یه تعویض حالا برای تیم پارس جنوبی انجام میشه. 48-7 که هماین افتخاری است به زمین مسابقه میاد. 8 هم به بازی میاد. علی دشتی و 2 بازیکن سید محرم خرم‌حسینی و یه بازیکن دیگه بیرون میان که ندیدم شمارشون چی بود و در حال 2 تعویض رو همزمان انجام داد آقای رجبزاده سرمربی تیم پارس جنوبی و 64مین دقیقه از این دیدار. داماش گیلان 1، پارس جنوبی جم 0. اینجا ورزشگاه سردار جنگل رشت و شما بینندگان عزیز بیننده دیدار دو تیم داماش گیلان و پارس جنوبی جم هستید. از هفته 6 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور. تعویض رو بازیکن‌ها نشون میدن همکارانمون. بله، نفر دومی که اومد بیرون محمد بختیاری بود، یارو شماره 10 از تیم پارس جنوبی جم. ممنونم از کار کردن خوبمون که نشون داد این صحنه رو. یک بار دیگه فرصت برای بازیکن تیم داماش و توپی که در اختیار میگیرن. یک بار دیگه از سمت راست فرصت هست برای طلایی پوشان پارس جنوبی. یه لحظه توپ از زیر پای خود پارسی ها به بیرون رفت و توپ راهی اوت شد. آبادان داماش شعار میدن در سکوها. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان یه توپ برخورد میکنه به محمد سلطانی مر. توپ بازیکن داماش و راهی کورنر میشه. چه موقعیت خوبی بود که از دست دادن داماشی ها. صحنه رو ببینید. توپی که اینجا فرستاده شد، یه توپ که زده میشه به دست نه به بدن بازیکن تیم پارس جنوبی برخورد کرد و به بیرون رفت.
بازی از سر گرفته میشه. 68مین دقیقه از این دیدار. داماش 1 پارس جنوبی 0. اعلام خطا میشه. حالا در موقعیت خوب پارسی ها صاحب توپ میشن. لیگ برتر رو میخوان هواداره داماش. تو شعارشون وجود داره. توپ فرستاده میشه بر روی دروازه تیم داماش. مشت زیبا از سعید ابراهیم پور. کمی عقب‌تر دوباره موقعیت هست. محمد سلطانی مهر به راست میبره توپ رو. یه سانتی دیگه از بازیکن تیم پارس جنوبی و توپی که هنوز بیرون نرفته و باز هم سعید ابراهیم پور دوباره توپ رو دور کرد. سعید خودش حالا از ناحیه مچ دست هم احساس درد میکنه. هوادارا رو ببینید، یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن. داور میخواد گروه پزشکی بیان بالا سر سعید ابراهیم پور. نور استادیوم هم روشن میشه و قطعا هوا که تاریک‌تر میشه بازی زیر نور برگزار خواهد شد. ولی میگه نور این ورزشگاه استاندارد هست. یکی دوباری یادم که آقای رفعتی اومد و گفت استاندارد نیست. حالا باید ورزشگاه روشن کنن نور رو ببینیم چه خبره و اون لوکس لازم رو داره یا نه. 1200 لوکس گفته بودن استانداردشه. حالا بدم نیست تا 1000 تا هم داشته باشه اینجا. آینه ایپور گفتن که داره زحمت میکشه آقای آرمان مدیر کل ورزش و جوانان استان تا ورزشگاه عزودی آماده بشه. بعید میدونم به هفته بعدم برسه. اون چیزی که ما دیدیم امروز داشتن صندلی گذاری میکردن، کار قشنگیه که قراره انجام بشه. اون روبروی جایگاه بود که هواداران نمیتونن بشینن، الان داره صندلی گذاری میشه و از بازی بعدی که اونجا برگزار خواهد شد هواداران میتونن بیان رو سکو بشینن و بازی تیم محبوب خودشون داماش رو ببینن. به بازی سپید هم خواهد رسید اون ورزشگاه و دو تیم رشت میتونن بهره ببرن از ورزشگاهی که در اختیارشون هست. البته اینم بگم که امروز داماش اینجا بهتر بازی کرده. البته شاید به خاطر چمنش باشه که چمن بسیار مناسب تری هست. این هم نوجوانان عاشق داماش چقدر قشنگ صحنه زیبایی رو ایجاد کردن در این ورزشگاه. فکر کنم بعد اینکه مدرسه تعدیل شدن اینجا اومدن و با بادکنکای بنفشی که در دست دارن امروز پنجشنبه است، مدرسه هم تعطیل بوده. حالا از باشگاه یا آکادمی داماش هستن و عاشقانه تیمشون رو دوست دارن. یادش بخیر اون زمان که خودمون از مدرسه میزدیم بیرون یه جورایی به خودمون بازی ها میرسوندیم. واقعا دم هواداره داماش گرم. هواداره فوتبال استان گیلان کلا نامبر وانن تو کشور، همه میدونن. بازی لیگ 2 رو ما داشتیم همینجا با نیروی زمینی که همون بازی که حق داماش رو خوردن. ورزشگاه کیپ تا کیپ تماشاگر نشسته بود با داوری بدی که
انجام شد اون بازی رو داماشیا واگذار کردن. سالی که نتونستن لیگ 2 به لیگ 1 بیان و بعد از اون مشکلاتی که برای این تیم به وجود اومد، حالا خوشبختانه در لیگ 1 حضور دارن و برای اینکه به لیگ برتر برسن باید خیلی تلاش کنن تا این محقق بشه. دور از دسترس نیست اما تلاش بیشتر رو میخواد و توجه مسئولین مخصوصا. یک بار دیگه پرتاب برای پارس جنوبی کوتاه کار میکنن پشت محوطه جریمه. بازم موقعیت هست برای بازیکن تیم پارس جنوبی. اعلام خطا میشه و در موقعیت مناسب خطا انجام میشه. رعوتمی اداره کل ورزش و جوانان هم عکس سکوها رو برام فرستاده الان. بله 5 ردیف سکو رو نصب کردن، صندلی‌ها رو روی سکو و چقدر هم زیبا شده. حالا تا آخر اینا رو وصل کنن قشنگتر هم خواهد شد. باید که تماشاگرها باشن و از این ورزشگاه بتونن لذت ببرن و بازی‌های تیم خودشون رو ببینن. آقای آرمان هم اونجا حضور داره روی سکوها و تصاویری که من دارم قطعا شما هم در فضای مجازی خواهید دید. با مسئولی که کار میکنه ازش تشکر میکنیم، میگیم دمش گرم از اینکه به فکر فوتبال این استان هستن. یک بار دیگه بازیکن تیم پارس جنوبی یه ضربه سر و گل برای پارس جنوبی. در یک موقعیت خوب دروازه تیم داماش رو باز میکنه این بازیکن از تیم پارس جنوبی. پاسی 1-1 میشه و حالا همه چی به تساوی کشیده میشه. محمد رضا خضری گل تساوی رو میزنه در دقیقه 75. با دروازه‌بانش هم خوشو بش میکنه خضری. حالا خیلی هم خوشحاله. اینم اندک هواداران پارس جنوبی که این همه راه کوبیدن تا اینجا اومدن و دارن تیم محبوب خودشون رو تشویق میکنن. عرفان پورافراز هم تعویض شد و عباس بوعزار وارد بازی شد با شماره 70. تعویض مهدی رجبزاده جواب داد. یک بار دیگه یک موقعیت برای بازیکنان تیم پارس جنوبی و سعید ابراهیم پور این بار اجازه نداد که دروازش باز بشه. یک بار دیگه توپ در اختیار بازیکنان تیم پارس جنوبی. بچه‌ها اون صحنه رو داریم ببینیم گل رو. بله ببینیم با هم توپی که اینجا فرستادن بازیکن تیم پارس جنوبی. چقدرم بد گل خوردن داماشی ها و چقدر خوب زدن تیم پارس جنوبی این توپ رو. کارت زرد دوم هست یا که خیر؟ ببینیم کارت زرد دوم رو میگیره تو سر خودش هم میزنه شاهین طاهرخانی. قطعا اگه کارت بگیره کارت دوم هست، خودش هم میدونه. ببینیم حالا داور میده کارت رو و صحبت میکنه کاپیتان تیمشون. داور یه جوری وسط زمین حضور داره انگار که وی آر داره و میتونه تشخیص بده. این هم بازیکن اخراجی که خیلی ناراحت هست.
این صحنه گل رو ببینیم. از مدافعین هم عبور کرد بازیکن تیم پارس و گل اول تیمشون رو به ثمر رسوند. 78مین دقیقه از این دار 1-1 مساوی. میره بیرون و حالا تیمشون 10 نفر است. منتظر تعویض‌های حمید درخشان باید باشیم. عرفان قربانی رو میرن در کنار زمین. آرمان و لطف خدا میخوام به بازی بیان. توپ در اختیار بازیکن تیم پارس جنوبی. موقعیت هست برای پارسی ها که رو به عقب بیارن توپ رو. توپ در اختیار بازیکن تیم پارس جنوبی. خطا، اعلام خطا میشه و یارو شماره 2 از داماش هم یک کارت زرد رو میگیره. کیخسرو سیاهپور کارت میگیره از داور. این چهره کیخسرو هست. باید ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. توپ حالا زده میشه به دفاع داماش، برخورد میکنه، توپ به بیرون میره. ضربه کورنر برای تیم پارس جنوبی. حالا منتظریم تا این ضربه کورنر رو بزنن بازیکن تیم پارس جنوبی. توپی که حالا فرستاده میشه، برگشت تو یک بار دیگه موقعیت هست برای پارس جنوبی. چقدر حملاتشون رو زیادتر کردن پارسی ها و در این چند دقیقه پایانی باید آن بله تعویضات رو انجام میشه برای تیم داماش گیلان. تعویضا رو ببینیم. 14 عرفان قربانی و به جاش مهدی خانی به بیرون میاد. مرداد بایرامی هم بیرون میگشه و به جاش آرمان لطف خدا وارد بازی شد. به هر حال تعویضایی که حمید درخشان انجام داده باید ببینیم که به کجا خواهد انجامید. مشورتی هم میکنه با مربیای خودش. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش و توپی که کورنر میره. این هم عکاسان حاضر در ورزشگاه
زحمت میکشن، بازی ها رو پوشش میدن و از لنز این عکاس ها هیچ چیز جا نمیمونه. یک بار دیگه فرصت برای بازی کنن داماش و اعلام خطا میشه. دروازه‌بان مصدوم شده، روی زمین افتاده. حالا کادر پزشکی میره تا به وضعیت مهدی نوراللهی رسیدگی کنه. یک مساوی. 84مین دقیقه از این دیدار. منتظریم تا دروازه‌بان داماش بازی برگرده. بخش دروازه‌بان تیم پارس جنوبی. بازی رو حالا از سر میگیرن. تیم 10 نفره پارس جنوبی در مقابل تیم 11 نفره داماش گیلان. این دومین بازی که توی رشت مقابل تیم 10 نفره داماش داره بازی میکنه. تو بازی بعثت هم 10 نفره بودن. البته 10 نفره میشه اوضاع سخت‌تر هم میشه و قبل از اینکه توپ برسه اعلام آفساید کرده این داور. توپی که رسید برای بازیکن تیم داماش و توپی که به گل تبدیل نشد و قبلش هم اعلام آفساید شده. دو تعویض همزمان دوباره میخواد حمیدی درخشان انجام بده. سامان مهرابی زاده به همراه محسن انبساطی باید بازی بیان. یک بار دیگه حالا داماشی ها با توپ را برمیگردونن. حملات پارس جنوبی در این دقیق بیشتر هم شده. البته کار مقابل تیم 10 نفره سخت‌تر هست و راه نفوذ رو بستن. حالا ببینیم که داماشی از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. توپو به چپ میبرم، فرصت هست و توپی که راهی کورنر میشه. حالا تعویض باید انجام بشه. فردین نجفی میاد بیرون، به جاش سامان مهرابی زاده خواهد اومد و محسن انبساطی به جای فرشاد هاشمی وارد بازی میشه.
یک بار دیگه میزنن توپ رو و باز هم توپ رو دور میکنن. باز هم داماشی ها باید حمله کنن، نباید اجازه حمله به تیم حریف بدن اگر میخوان به گل برسن. حالا ضد حمله برای پارس جنوبی، کمی عقب‌تر این سمت. هواداره داماش رو ببینید. باز هم دروازه‌بان تیم پارس جنوبی توپ رو میفرسته به زمین داماش. هواداری تیم داماش گل میخوان. 89مین دقیقه از این دیدار. 1-1 مساوی. باید ببینیم که چقدر وقت تلف شده اعلام خواهد کرد در این دقایق. داور در سود خودش میدمه و باز هم اعلام آفساید میکنه. داور محمد مافی. شش دقیقه وقت تلف شده رو حالا اعلام میکنه داور این دیدار. داور چهارم غلامرضا قلیچخانی. 6 دقیقه زمان کمی نیست و میتونن به خوبی استفاده کنن داماشی ها از این زمان به دست اومده. بایرامی، خود بایرامی اعلام خطا میشه. محسن انبساطی رو به راست میارن. مهرابی زاده باز هم به راست در میانه را مدافعین بر میگردونن از پارس جنوبی. پرچم داماش رو ببینید، برافراشته است در ورزشگاه. یک بار دیگه بایرامی، خطا نیست، بازی ادامه میدن. بازیکن تیم داماش به چپ میبرن توپ رو. آفساید هم نیست که نه، داور اعلام آفساید میکنه. پرچم خودش رو بالا برده کمک داور و اعلام آفساید میکنه، در حالی که میتونست آفساید اعلام نشه. نوراللهی، حالا باز هم داماشی ها و یه لحظه توپ رو از دست میدن. حالا بازیکن تیم پارس جنوبی صاحب توپ. و سعید ابراهیم پور که توپ رو در اختیار میگیره، بلافاصله بازی رو آغاز میکنه. دوباره در خط دفاعی داماشی ها توپ رو در اختیار دارن. حمید درخشان رو میبینید صحبت میکنه بازیکن تیم خودش، میخواد که تیمشون به جلو بره. حالا فرصت هست برای داماشی ها. مهرابی زاده یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت، بازیکن تیم داماش
پشت محوطه جریمه کمی عقب‌تر. حالا به راست میارن توپ رو. سیاهپور کمی عقب‌تر برای انبساطی. حالا بایرامی، خود بایرامی سانتی که انجام میشه داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای داماش و توپ نرسید به امینی و بازیکن تیم پارس جنوبی هن که توپ رو دور میکنن. یک امتیاز کفایت میکنه برای پارس جنوبی. به همین دلیل که دارن دفاع خوبی رو انجام میدن. مهرابی زاده یه لحظه جا موند. خود مهرابی زاده صاحب توپ کمی عقب‌تر، نرسید توپش به بازیکن خودی. حالا باز هم در اون کش قوس داماشیا صاحب توپ میشن. فرصت هست، بزن توپو. توپی که زده میشه با اختلاف اندک از کنار دروازه توپ به بیرون میره. محمد سجاد قلیبیگی قرار بازی بیاد به جای مهرداد بایرامی. چرا زودتر این تعویض انجام نشد؟ 6 و 11 از تیم پارس جنوبی. سلطانی مهر بیرون میاد و حسین پور امینی به زمین میاد. در واپسین دقایق این دیدار هست که حالا تعویض انجام میشه. باز هم از سمت چپ بازیکن تیم داماش گیلان. ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. توپ رو به راست میارن. حالا باز هم موقعیت هست. یه لحظه سجاد قلیبیگی نتونست خوب عمل کنه در این دقایقی که تازه به بازی اومده. سعید ابراهیم پور 3 بازی خانگی 3 امتیاز فقط برای داماش. عملکرد خوبی نیست. باید این بازی رو میبردن اگه میخوان به لیگ برتر فکر کنن. 4 امتیاز بازی که خونگی بیرون خونه گرفتن، اما این در حالی بود که میتونستن بازی های داخل خونهشون هم ببرن تا امتیازهای خوبی رو جمع کنن و قطعاً در انتهای فصل این امتیازها به کمکشون میومد. در مقابل تیم 10 نفره پارس جنوبی هم نشد کاری انجام بدن. حالا ثانیه های پایینی این دیدار هست و قطعا این تساوی بیشتر برای پارس جنوبی خوب خواهد بود تا داماش. داماش داره در خونه بازی میکنه و باید 3 امتیاز رو میگرفت. پاس رو به عقب حساب نمیاد و داور اعتقادی نداره به این توپی که دروازه‌بان تیم پارس جنوبی گرفت. داور اشاره میکنه که هنوز وقت دارید. باز هم از سمت چپ آخرین موقعیت برای داماش. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. سانتی که انجام میشه و مهرابی زاده نرسید به توپو. سوت پایان این دیدار اینجا به صدا در میاد. تساوی 1-1 دو تیم داماش گیلان و پارس جنوبی جمع. امیدوارم که از دیدن مسابقه لذت برده باشید. شما بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم تا دیداری بعد. خدایا رو نگهدار شما.